جور نداره، تعصب نداره و وقتی که یک مسئله ای رو حق تشخیص داد در مقابل حق خاضعه و میپذیره، این بهترین مصداق انقلابیه. قلب یعنی تحول و جابجا شدن و وقتی که به باب انفعال میره یعنی قبول تحول کردن، پذیرش تحول. و این رو در دنیا همه کس نمیتونن به معنای کامل کلمه انقلابی باشن. تعصب‌ها و تحجرها و رو در بایستی ها و حالاتی که انسان داره که ما یا حرفی زدیم دیگه از حرفمون بر نمیگردیم، اینا مانع حق پذیری است. و این چیزی است که در قرآن مذمومه. ارتجاع این معناش و تعصب این معناش. این چیزی است که ناحقه، این حالت غلطیه.